این الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. از پس امام قرائت کردن آیا جایز است یا نه؟ چگونه که معلوم هست از مذهب ما که از پس امام قرائت کردن چی در نمازی بلند باشد چی در نمازهایی که پست باشند جهریه خفیه در هر دی آنها پس خوانده میشه. دلیل هاش الان پیشکش کرده می شود و این تنها نزد مذهب ما نیست و دیگری که هست بعضی علمای حنابلة را میگه گفتگی هستند که مثلا از پس امام خوانده نمی شود و همین سبب که هست دلیل ها صراحتا اومدگی است. از حضرت مسلم این روایت میکند پیامبر گرامی صلی الله علیه و وقتی که نماز میخواند از پشت اون که از بعضی صحابه خواندن گفتن شما با من چی کردید؟ بعضی مشکل هایی کردید که من قرائت با من چی بود خیلی وزین اومد به همین معنا. و دیگر که هست حدیثی روایت طحاوی در و طبرانی به اسناد حسن گفته هستند از حضرت عبدالله. حضرت عبدالله میگه که بدک میخوند میگه پشت نبی صلی الله علیه و سلم. پس پیامبر گرامی صلی الله علیه و گفتن که کی بود که با من بگم که این قرائت را آمیخته کرد؟ گفته همین خیلی منشان کردن. و دیگر حضرت جابر میگه گفت رسول خدا من کان له امام فقرات الامام له القراءه. حضرت جابر میگه که گفت پیامبر گرامی صلی الله علیه و فرمودند که هر کسی برای اون امام باشد پس قرائت اون امامش برای او قرائت است دیگر کرده. این روایت را محمد ابن حسن در معطش وارد است و طحاوی در قدیم به اسنادی صحیح واردگی هستند. و نیز از حضرت نافع از ابن عمر روایت است که میگه که حضرت ابن عمر رضی الله عنه وقتی که نماز بخواند گفت که شما پشت امام پس اون قرائت همون امام او را باید باز بدارد باید، یعنی که از پشت امام وقتی که نماز خواندی قرائت همون شما را باز بدارد که شما قرائت نکنید. وقتی که و اذا صلى وحده فليقرأ انا خودش تنها که نماز که خواند پس قرائت کند گفت. و حضرت عبدالله ابن عمر قرائت نمیکرد میگه از پشت امام. این روایت مالک در معطش و به اسناد صحیح اومدگی هست. و نیز از حضرت عطا ابن یسار روایت است که پرسیدند زید ابن ثابت رو از قرائت کردن پشت امام اونها فرمودند که صحابه کرام که قرائت نیست، لا قرائت مع الامام فی شیء، قرائت نیست که با همراه امام در یگان چیزش اینه که قرائت نباید کرد. در باب سجود سهو امام مسلم را روایت کردگی هست. بالاخره آیا صحابه صراحتا گفتند که از پشت امام قرائت نکنید یا نه؟ از حضرت عبیدالله ابن مقسم که پرسید حضرت عبدالله ابن عمر رو و زید ابن ثابت رو و جابر ابن عبدالله رو همینها رو پرسید میگه صحابه کرام گفتند که فقالوا لا يقرأ خلف الامام في شيء من الصلوات، نمیخواند از پشت امام در چیزی از نمازها خوانده نمیشد. گفتن صحابه کرام همشون همین خیلی بگیم که چه که نمازشون گرفت همین جماعت صحابه گفتن قرائت کردن نمیشه. این امام طحاوی رحمه الله به اسناد صحیح ذکر کردگی است. در معال آثار در این باره باب کردگی است حتی امام مسلم امام طحاوی رحمه الله. و نیز از حضرت وائل از حضرت ابن مسعود روایت میکند که میگه که خاموش بیستید برای وقتی که قرائت میشود شما پس بشک در نماز یک شغلی است که کفایت میکند گفت تو را گفت همون امامت گفت. روایت طحاوی به اسناد صحیح ذکر کرده. حضرت علقمه نیز از ابن مسعود روایت میکنه. ابن مسعود رضی الله عنه یک از صحابه مجتهدین مفتی صحابه بودن. گفت که وقتی که امام که وقتی که میخواند پس کدام نفری که از پشت اون میخواند که کاش که میگفت دهن همه پوری خاک کرده شود، یعنی که نفری که از پشت امام میخواند اون کاش نمیخواند اصلا. حضرت ابن عباس هم نیست. حضرت ابی جمره میگه که گفتم حضرت ابن عباس رو که و من قرائت کنم و امام که بین دستای من است گفت که نگفت قرائت نکن گفت. این امام طحاوی به اسناد حسن ذکر کرده است. مجموع همین حدیث ها و دلیل هایی که ما پیشکش میکنیم اینها همشون دلیل های ما هستند و حدیث ها صراحتا و صحیح و حسن اومدگی هستند که از پشت امام نمیخونه. و در این ابن تیمیه رحمه الله را به قول ما هست که از پشت امام قرائت کرده نمی شود. و بعضی قول ها هستند که اگر که در نماز پست باشد خفیش میگه اگر پست باشد در اون حالت قرائت کردن ضرری ندارد میگن بعضی. اما این نسبت به امام محمد میدهند. این بعضی اهل علم خصوصا علمای احناف میگن که این نسبت ضعیف است به امام احمد حنبل، یعنی که این گپ نسبت به این سخنی که از پشت امام خواندن جایز هست، یعنی که نمازهایی که پست باشد از پشت اون خواندن جایز هست، یعنی که نمازهای خفیه نسبت به امام محمد میتونه بعضیا. اما بعضی اهل میگن این ضعیف است، امام محمد دیگه پا گفتگی نیست.
اگر گفتم باشه در اینجا قول ابو حنیفه رحمه الله و دیگر اهل علمی که الان گفتیم و صحابایی که حدیث صراحتا اومدگی هست، از پشت امام قرائت کردن مکروه تحریمی هست، جایز نیست از قرائت کردن. و اگر تنها باشد خیلی اون دیگر حکم داره، اون موضوعش دیگر موضوع هست. والله اعلم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.